امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در قصر ملت رئیس ژاگارکو کنشی پارلمان جمهوری قرقیزستان نورلандбек شکیف را به حضور پذیرفتند. در ملاقات مسائل همکاری تاجیکستان و قرقیزستان در ساحه‌های برای هر دو جانب سودمند از جمله رابطه‌های بین پارلمانی بررسی شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که تاجیکستان بر رشد همکاری گوناگون جنبه با همسایه نزدیکش قرقیزستان اهمیت خاص می‌دهد. در این ضمن تاکید گردید که دیپلماتیای پارلمانی می‌تواند در پیشرفت این روند نقش مهم باشد. با فعالیت گروه دوستی بین پارلمانی تبادل تجربه و دستگیری همدیگر در عرصه بین المللی با واسطه پارلمنت ها توجه زیاد ظاهر گردید. بر رشد همکاری تاجیکستان و قرقیزستان در ساحه‌های افضلیتناک تجارتی، اقتصادی، نقلیاتی و ترانزیتی، بخش اگروصنعتی، اینچنین آبی و انرژتیکی توجه زیاد ظاهر گردید. توسعه همکاری در ساحه فرهنگی و گومانیتاری هم از موضوعهای مهم صحبت بود. گفتگوی سودمند همچنین دایر به تقویت همکاری دو کشور در چارچوب ساختارهای بسیار جانبه بخصوص سازمان ملل متحد، اتحاد دولت‌های مستقل، سازمان همکاری شانگهای و سازمان عهدنامه امنیت دست جمعی صورت گرفت.